سلام، یه سوال خیلی مهم. آیا برابری حقوق زن و مرد یعنی اینکه حقوقشون باید دقیقاً مثل هم باشه؟ امروز می‌خوایم یه نگاهی بندازیم به متنی که فلسفه حقوق زن در اسلام رو دقیقاً بر اساس همین تفاوت کلیدی توضیح میده. یعنی تفاوت بین برابری و یکسان بودن. برای اینکه استدلال این متن رو بهتر بفهمیم، باید اول یه سفری به گذشته بکنیم، به دنیایی که این متن قبل از ظهور اسلام برای ما تصویر میکنه. این نقل قول از قیس بن عاصم واقعاً تکون دهنده است و عمق فاجعه اون دوران رو به خوبی نشون میده. این منبعی که ما داریم بررسیش میکنیم یه تصویر خیلی تیره و تار از اون دوران، یعنی دوران جاهلیت عرب به ما میده. دورانی که بهش میگه زمان به نوعی بیگانگی کامل زن با هویت انسانی خودش. ببینید طبق این متن زن در اون دوران اصلا به عنوان یه انسان با حقوق مستقل دیده نمیشد. بیشتر شبیه یه کالا بود. نه حق ارثی در کار بود، نه حقوق اجتماعی یا فردی. و وحشتناکترین بخش ماجرا همین رسم زنده به گور کردن نوزادان دختر بود که گویا خیلی هم رایج بوده. در واقع حرف اینه که زنها از پایه‌ای ترین کرامت انسانی و جایگاه قانونی کاملا محروم بودن. حالا متن استدلال میکنه که با ظهور اسلام یه تحول اساسی اتفاق میفته. یه جورایی یه انقلاب که جایگاه معنوی و قانونی زن رو از نو تعریف میکنه. این چارچوب حقوقی جدید چی بود؟ اولاً از نظر معنوی گفته شد که مسیر رسیدن به کمال انسانی برای زن و مرد هیچ فرقی نداره. دوماً تو حوزه اجتماعی و سیاسی به زنان اجازه مشارکت داده شد. بعدش تحصیل علم برای همه زن و مرد یه وظیفه اعلام شد. و نکته خیلی خیلی مهم استقلال اقتصادی بود. یعنی زنها حق مالکیت پیدا کردن و میتونستن اموال خودشون رو مدیریت کنن. حالا برای اینکه بفهمیم این حق مالکیت چقدر مهمه، متنی نقل قول جالب از ویل دورانت مورخ معروف میاره. اون میگه که تو بریتانیا تا سال 1882، یعنی خیلی هم دور نیست، زنها حتی مالک پولی که خودشون در می آوردن هم نبودن. بعد متن این مقایسه رو انجام میده و میگه ببینید این یعنی قوانین اسلامی بیش از 1000 سال قبل از خیلی از قوانین غربی این استقلال مالی رو برای زن به رسمیت شناخته. این حقوق جدید چطوری تعریف شدن؟ آیا گفتن هر حقی که مرد داره زن هم دقیقاً همون رو داره؟ اینجاست که میرسیم به قلب استدلال این متن. یعنی یه تمایز خیلی مهم بین دو تا کلمه، برابری و یکسانی. ببینید حرف متن اینه، اسلام روی تساوی تاکید داره. یعنی زن و مرد از نظر ارزش و کرامت انسانی کاملا برابرن، اما روی تشابه تاکید نداره. یعنی قرار نیست تمام نقش‌ها، مسئولیت‌ها، حقوقشون مو به مو مثل هم باشه. به عبارت دیگه میگه این دوتا جنس در انسانیت برابرن، ولی چون تفاوت‌های طبیعی دارن، نقش‌ها و حقوقشون هم متفاوته. این نقش‌ها مثل پازل همدیگر رو کامل میکنن، نه اینکه کپی هم باشن. بیاید یه مثال عملی رو ببینیم تا این قضیه روشن‌تر بشه. حقوق مالی. شاید شنیده باشید که سهم ارث زن و مرد متفاوته. این دیدگاه میگه درسته، ولی این فقط یه تیکه از پازله. در کنارش زن مالک 100% ارث و هر دارایی دیگه‌ایه که داره، در حالی که مرد وظیفه داره تمام هزینه‌های زندگی زن و خانواده رو تأمین کنه که بهش میگن نفقه. پس نتیجه چی میشه؟ دارایی زن برای خودشه و دست نخورده باقی میمونه، اما مرد باید از دارایی خودش برای مخارج کل خانواده خرج کنه. یه جور سیستم متعادل کننده. جالبه که این منبع برای اینکه استدلالش رو قوی تر کنه به متفکرای غربی مثل الکسیس کارال که زیستشناس بوده هم استناد میکنه. کارال هم روی همین تفاوت‌های طبیعی تاکید داره و میگه این تفاوت‌ها پایه و اساس نقش‌های اجتماعی مکمل هستن، نه اینکه بگیم همه باید یه جور باشن. تا اینجا مباحث نظری رو دیدیم. حالا سوال اینه که این فلسفه برابری به جای یکسانی تو دنیای واقعی چطور پیاده شده؟ منبعی که داریم بررسی می‌کنیم میره سراغ چهارچوب قانونی ایران امروز و کاربرد این اصل رو اونجا نشون میده. این متن به چند تا اصل مهم تو قانون اساسی ایران اشاره میکنه. مثلا اصل 20 که میگه همه زن و مرد در برابر قانون برابرن، یا اصل 21 که دولت رو موظف میکنه حقوق زنها رو تضمین کنه.
بعداً یعنی سال 1383 یه منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان هم تصویب میشه که دیگه خیلی مشخص‌تر میاد حقوقی مثل مالکیت، تحصیل و اشتغال رو تضمین میکنه. خب، همین تفاوت فلسفی که صحبتش رو کردیم، یعنی تفاوت بین تساوی و تشابه، باعث یه نقطه اختلاف جدی با کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر میشه. این اختلاف سر چیه؟ سر کنوانسیونی به اسم سیدا یا به انگلیسی سیدا. این کنوانسیون نتیجه سالها تلاش بین‌المللی بود تا حقوق زنان رو توی یه معاهده الزام‌آور جمع کنن و بالاخره سال 1979 سازمان ملل تصویبش کرد. و این کنوانسیون یه چیز کوچکی نیستا. امروز بیشتر از 168 کشور بهش پیوستن، یعنی یکی از فراگیرترین معاهدات حقوق بشری تو کل دنیاست. و حالا میرسیم به اصل ماجرا. نقطه اختلاف کجاست؟ طبق توضیحات این منبع، مخالفت ایران با سیدا مخالفت با خود حقوق زنان نیست، بلکه مخالفت با اون اصل بنیادین سیدا، یعنی تشابه و یکسانسازی کامله. این تفاوت دیدگاه دقیقاً تو مسائلی مثل قوانین خانواده، ارث یا حتی پوشش خودشون نشون میده. جاهایی که اون دیدگاه اولی، یعنی تساوی، به حقوق و وظایف متفاوت ولی مکمل برای زن و مرد میرسه. و در نهایت کل این بحث ما رو با یه سوال خیلی بزرگ و اساسی تنها میذاره. سوالی که فقط مربوط به این متن نیست و در قلب تمام بحث‌های جهانی درباره حقوق و هویته. آیا حقوق جهانی باید بر اساس یک مدل یکسانسازی انسان‌ها نوشته بشه یا باید طوری طراحی بشه که تفاوت‌های ذاتی بین اونها رو هم به رسمیت بشناسه؟ این همون سوالیه که این متن در آخر جلوی روی ما میذاره.